در مؤسسه تعلیمی رقمی 56 ноҳияи вахш به خاطر گرامی داشته چهره نمایان عالم علم و ادب مولانا جلالالدین بلخی با اشتراک وسیع آموزگاران و خوانندگان دانندگان اشعار پرغناوت مولانا جلالالدین بلخی جمع آمد دایر گشت. ضمن این همایش اشتراکداران عاید به میراث ادبی مولانای بلخی سخن نموده ذکر داشتند که ایجادیات این نابغه ناتکرار نظم و نثر را تشکیل می‌دهد که با زبان شیوا نوشته شده هزار دوستداران کلام ناب را شیفته و مفتون گردانیده است. یکی از نمونه‌های ایجاد مولانا دیوان شمس تبریزی است که دفتر عشق و سرود آزادی باطنی انسان را تصویر نموده این نغمه اعجازهایی است که سلطنت انسان را بر هستی، زمین را بر کائنات، عشق را بر ایمان، حیات را به مرگ، آشتی را به جنگ تحکیم می‌دهد. انسان ادب است آدم است عالمی کلی شرفی جان ادب است. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به 800 سالگی زادروز استاد مولانا جلالالدین بلخی گفته بود: شخصیت مولانا باعث افتخار و سرفرازی ما تاجیکان و تمام بشریت است. او اصلا زاده وخشان زمین است و با قدرت سخنش به جهانیان ثابت ساخته است که تاجیکان واقعا هم ملت کهن بنیاد با فرهنگ و سایه معرفتند. فرزندان نابغه ملت تاجیک کیهاست که به فرزندان عمومی بشری تبدیل یافتند که یکی از آنها مولانا محمد جلالالدین بلخی می باشد. شبهه نیست که از غزلهای دلاشوب و دقت‌انگیز مولانا بیشتر در مجلس‌های رقص و ثنا، کفزنی و پایکوبی در زیر نوحه طرب‌انگیز دف و چنگ و رباب در صحبت و مناسبت دوستان موافق سروده شدند. از اینجاست که از آنها همیشه نغمه زندگی، سرود و طرب و خوشی به گوش خوش می‌رسد. مولانا جلالالدین بلخی محض با مثنوی معنوی در ادبیات گذشته فرهنگ ما نقش باسزای گذاشت. اثر از 26500 بیت عبارت بوده در طول 10 سال ایجاد شده است. غزل‌های عارفانه در دیوان کبیر مقامی شایسته دارند و بیش از 50,000 بیت در آن گلچین شده است. مولانا محمد جلالالدین بلخی در تاریخ ادبیات تاجیک فارس همچون ادیب و فیلسوف معروف و مشهور است. باید گفت که این دو پیشه یعنی علم و ادب ایجادات مولانا را با هم می‌پیوندد و باید قید نمود که عقیده های فلسفی و ادبی اینچنین عرفانی مولانا را این دو پیشه با هم می‌پیوندد، یعنی کلام بدیع. باید گفت که یکی از مشهورترین عارفان جهان برتلز گفته است که ایجادیات جلالالدین بلخی اگر با زبان‌های اروپایی ترجمه می‌شد آن را به محابات در قطار گیوت برابر کردن ممکن بود و از مطالعه اشعار پرغناوت و رنگین مولانا اروپا نیز بهره‌ور می‌شدند و امروز هم اروپا از ایجادات پرغناوت مولانا بهره‌ور می‌گردند. شاید از همین جاست که اکثر غزل‌های او جنبه غنایی و موسیقی دارند. از وجه محتویات غزلیات مولانا در عشق و عاشقی است، ولیکن موضوع در غزلیات او به طور مخصوص صورت گرفته است. عشق را مولانا بلخی اساس مادی داشت و از مادیات زمینی سرچشمه می‌گرفت. ضمن این همایش دیگر اشتراکداران نیز فکر و عقیده‌های خود را در مورد ایجادیات این علامه بزرگ مولانای بلخ بیان داشتند. گفته شد که جلالالدین بلخی یکی از سرمحصول‌ترین ادیبان تاجیک است که با میراث ادبی خود جهانیان را در حیرت گذاشته است. میراث ادبی مولانا بلخی خیلی پرثروت و رنگارنگ است. مولانا جلالالدین بلخی توانسته است که با روی اوراق آوردن چکیده‌های خامش به دل و دیده‌ها راه یابد، در قلب‌ها مسکن گیرد. محض کلام ناتکرار شاعر امکان داده که او شناخته شود، مشهور گردد، به اندازه‌ای که اکثریت قوم و ملت‌ها او را شاعر خویش می‌خوانند.
дар ҷараёни ин ҳамоиши илми адабӣ омӯзгорон аз ҳаёту фаъолияти мавлоно қиссаҳо гуфтанд ва хонандагон пораҳои шеърӣ, ғазалу дубайтӣ, рубоихонӣ намуда лаҳзаҳои ҳаёти шоирро рӯи саҳна инъикос карданд. мисраҳое дар мисоли бишнав аз най чун ҳикоят мекунад бо равониву содагӣ ва ҷолибияти хос ҳамеша вирди забонҳост ва дар ин ҳамоиш низ аъзоёни маҳфили адабиёт дӯстон пораҳои шеъру ғазал, дубайтиву рубоиҳои эҷод намудаи шоирро бо самимияту муҳаббат ва ифтихор аз чунин шахсияти барҷаста қироат намуданд.